سلام به همراه‌های همیشگی من. امید که خوب باشین. امروز به یکی دیگه از جاهای دیدنی مشهد میریم. امامزادگان یاسر و ناصر. آرامگاه امامزاده یاسر و ناصر یکی از زیباترین و پرطرفدارترین مکانهای زیارتی و سیاحتی اطراف مشهده که در دل طبیعت بکر و هوای خنک روستای گلستان در مسیر ترقبه قرار گرفته. این امامزادگان در میان مردم منطقه جایگاه ویژه‌ای دارند، چون یاسر و ناصر از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام هستند و سالهاست که مردم برای زیارت، آرامش و دعا به این مکان میان. خود صحن امامزاده یاسر ناصر هم با معماری زیبا و دلنشینش شناخته میشه. گنبد سبز رنگ و فضای وسیع و تمیز حرم باعث شده که هر کسی با ورود به صحن احساس آرامش عمیقی پیدا کنه. اینجا جزو اون مکانهایی است که هم حس زیارت داره، هم حس قدم گذاشتن تو دل طبیعت. امامزاده یاسر و ناصر از فرزندان پاک و بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلام هستند، یعنی برادران ناتنی امام رضا علیه السلام. این دو بزرگوار در زمان حکومت عباسیان زندگی می‌کردند، دورانی که دشمنی و فشار سیاسی روی خاندان اهل بیت بسیار زیاد بود و بسیاری از سادات برای حفظ جان خود مجبور به مهاجرت می‌شدند. در دوره‌ای که مأمون عباسی امام رضا علیه السلام را از مدینه به خراسان منتقل کرد، بسیاری از فرزندان و نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام هم برای پیوستن به ایشان یا برای نجات خود از ظلم عباسیان راهی ایران شدند. یاسر و ناصر نیز در همین جریان وارد ایران شدند و مسیرشان به سمت طوس و مشهد امروزی افتاد. طبق روایت تاریخی، این دو برادر در مسیرشان به خراسان با دشمنان و عوامل حکومت عباسی روبرو شدند و در همین منطقه به شهادت رسیدند. مردم محل با احترام پیکر آنها را دفن کردند و کم کم این مکان به زیارتگاه تبدیل شد. سالهاست که مردم منطقه، زائران مشهد و حتی مسافران راه دور میگن که امامزادگان یاسر و ناصر خیلی زود حاجت میدن. بسیاری از مردم با نیت‌های مختلف سلامتی، گشایش روزی، آرامش و حل مشکلات به اینجا میان و با دل آروم برمیگردن. فضای آرام و روحانی امامزاده باعث شده همیشه محل دعا، نذر، توسل و خلوت کردن مردم باشه. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آنها در مسیر حرکت به سوی امام رضا علیه السلام برای کمک به ایشان در همین منطقه حد فاصل ترقبه به جلگه مشهد شهید شدند. قدمت فعلی بنای آرامگاه به دوره تیموری برمیگرده، پس احتمالاً چند صد ساله. در دوره قاجار نیز مرمت‌هایی روی آن انجام شده، اما در زمان معاصر در سال 1382 بازسازی اساسی صورت گرفته. مشهد خیلی جاهای دیدنی، تاریخی، سنتی، باستانی و زیبا و مناظر قشنگی داره. من سعی میکنم به همه جا سر بزنم و برای دیدن و لذت بردن شما کلیپ تهیه کنم. پس برای اینکه این کلیپ ها رو از دست ندین، این کانال رو سابسکرایب کنین و اگه نظری دارین خوشحال میشم که زیرش برام کامنت کنین. روستایی که امامزاده در درون اون قرار داره یک روستای آرام، خوش آب و هوا و سرسبزه که مردمش معمولاً مهمان نوازن و با لبخند از مسافرها استقبال میکنن. قدم زدن در کوچه های روستا، صدای آب، نسیم خنک، فضای بومی خیلی حس خوبی به آدم میده. اگر کمی از امامزاده بالاتر برید به قبرستان قدیمی امامزاده یاسر و ناصر میرسید. این قبرستان در ارتفاع بالاتری قرار گرفته و چشمانداز خیلی زیبایی به دامنه ها و فضای اطراف داره. مردم منطقه معمولاً اموات خودشون رو اینجا خاک میکنن و فضای قبرستان حال و هوای قدیمی و معنوی داره. یکی دیگر از چیزایی که اینجا رو جذابتر و دیدنی‌تر میکنه بازار محلی است که درست در کنار امامزاده قرار گرفته. این بازار حال و هوای کاملا سنتی داره و بیشتر محصولاتی که داخلش فروخته میشن کار دست مردم روستاست. اینجا میتونی انواع صنایع دستی محلی رو پیدا کنی، مثل کارهای چوبی، سنگی، بافتنی، سفال، وسایل تزئینی و چیزهایی که رنگ و بوی زندگی روستایی رو با خودشون دارن. علاوه بر اون این منطقه به خاطر نزدیک بودن به سنگبری‌ها و کارگاه‌های هنری پر از صنایع سنگی است.
مثل ظرف‌های سنگی، هاون، قلیون، میزی سنگی که خیلی ها به عنوان سوغاتی با خودشون میبرن. برای همین بیشتر کسایی که به زیارت میان بعد از زیارت سری هم به این بازار میزنن و معمولاً دست خالی بر نمیگردن. اگه این ویدیو براتون مفید بود و از حال و هوای معنوی امامزاده یاسر و ناصر لذت بردین، اون زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنین تا ویدیوهای جدید اول از همه برای شما ارسال بشه. ترقبه جاهای تفریحی و دیدنی و گردشگری خیلی زیاد داره که مهمترین و بزرگترین مجموعه گردشگری و تفریحی اون چالیدره هست. برای دیدن کلیپ اون روی ویدیوی انتهای کلیپ کلیک کنین.